شام 26 ایول خبر داد که در یک شبانه روز اخیر در کشور 81 حالت نو گرفتاری شهروندان به بیماری کرونا ویروس نوع کووید 19 ثبت شده است. این 6 حالت کمتر از 87 حالت رکوردی امساله است که یک روز قبل 25 ایول در تاجیکستان ثبت شده بود. وزارت همچنین خبر داد که در یک شبانه روز اخیر 71 نفر از کرونا ویروس شفا یافته، یک نفر متاسفانه فوت دیده است. از اول ماه ایول وزارت تندرستی الکی از کرونا ویروس جان باختن 27 نفر را تصدیق کرده است و ماه ایول به این ترتیب به یکی از پرقربانی ترین ماه‌ها از زمان شروع پاندمی در تاجیکستان تبدیل می‌یابد. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی از زمان شروع پاندمی در تاجیکستان 14673 نفر گرفتار کرونا ویروس شده. از این شماره 14167 نفر یا 96.5% از شماره عمومی گرفتار شدگان شفا یافتند، ولی 118 نفر متاسفانه جان باختند. طبق آمار حالا در تاجیکستان 388 بیمار کرونا ویروس در خانه و مؤسسه های تندرستی تحت طبابت باقی میمانند.